خانه تاجرانی که شب 19 اکتبر قتل شدند سر آدم بود. یک روز پیش هم صحبت شده بودیم. من روز شنبه بار میبرم کجا گفتم من گپ میتیم گفتم. کشتار مقصود جان محمد جانو و همسرش که همسایه ها از او با احترام حاجی گفته نام میبرند بسیاری از همدیه ها را غم زده کرد. قاتلان را مقامات جستجو دارند و میگویند ممکن است زن و شوهر را برای پول کشته باشند. مفتشان میگویند قبل از کشتار قاتلان دهان زن و شوهر را با کاغذ شیرش بسته اذیت دادند. قانون جزاش بینه. هیچ ممکن نیست که داوری ما آدمو مهنت خودش که همین قدر درجه ورسد و دیگران بخیلی کده ناتوان بینی کده اینا کشیده گیرد با زوری. زمان سر زدن حادثه در اتاق دیگر منزل پسر 31 ساله این جفت خواب بوده است ولی او از وارد شدن قاتلان و کشته شدن پدر و مادرش به خبر مانده است. مقصود جان محمد جانوف و عبادت نعمت الله و در بازار پنجشنبه شهر خوجند دکانی متاع فروشی داشتند. تاثیر سخت میکنه آدم به تاثیر سخت ما غمگین شدیم نشنیم غمگین شدیم که دفعات که آدم زد خیلی کنه. در ولایت سوخت حادثه های همگون به وقوع پیوسته است و اکثر عاملان جنایت را پیدا کردند.